سکوبرت اینجا قدرت بدنی خوب خودش رو به رخ حریف میکشه. سیامک کوهنورد یه موقعیت میره تو در دروازه قرار بگیره، این اتفاق رخ میده. نتیجه حالا 4-1 میشه. یک نفوذ تو دفاع حریف. توپ برگشتی رو سجاد فیض‌اللهی تبدیل به گل میکنه و نتیجه حالا 4-1 میشه. یک بازی پرگل. مدت ها بود که بازی های پرگلی رو از دو تیم پرطرفدار تهرانی شاهد نبودیم. این لحظه ای که حقیقی خروجی نصف نیمه ای رو داشت. و خیلی راحت اینجا سجاد فیض‌اللهی یه گل روحیه بخش رو برای تیمش به ثمر میرسونه. تییاگو